در این مصیبت، در این حالت یعنی دشواری و مشقت حرکت داشته باشیم که صبر کننده باشیم، از خداوند امید ثواب داشته باشیم، توکل به خدا کنیم. بعضی انسان ها خود را گم کردن، بعضی انسان ها پریشان هستند. حتی روز برادری به من زنگ زد که یک شخصیت نزدیک شه که حضرت از فکر از غم و بیماری یعنی گرفتار شده است. متکی به خدا، توکل به خدا داشته باشید. هر چیزی که در قسمت ما باشه، در تقدیرات ما باشه، نادیده علاج نداریم. به همین خاطر به تعبیر مولانا هر چی دلم خواست آن می شود، آن چی خدا خواست همان می شود. خواست خدا هر چیزی باشه، نادیده ما علاج نداریم. به همین خاطر ما باید در قضای الهی تسلیم باشیم. در محبت هر کسی دعوا کند، 100,000 امتحان برپا کند. گر بود صادق کشد باری جفا، ور بود کاذب گریزد از بلا. کسی دعوای محبت و بندگی خدا کرد، کسی دعوا کرد که من بنده الله هستم، الله رب العالمین و شخصیت البته را امتحان میگیره، سنجش میگیره.